تاریخچه برند نوکیا، شرکتی با بیش از 150 سال قدمت. تاریخچه برند نوکیا پر از فراز و نشیب است. زمانی این شرکت با صورت به زمین خورد اما دوباره روی پای ایستاد و به حیات خود ادامه داد. در این مطلب قرار است این تاریخچه پر از پستی و بلندی را با هم مرور کنیم. با کانال تاریخچه شرکت ها همراه باشید. برند نوکیا که در کشور فنلاند متولد شده است بیش از 150 سال عمر دارد. این شرکت 2 جنگ جهانی را پشت سر گذاشت و در زمان بحران به کشور فنلاند کمک کرد و تا سال 2000 4% از تولید ناخالص این کشور را به خود اختصاص داد. این شرکت در صنایع مختلف مثل لاستیک، کابل، الکترونیک و مخابرات فعالیت کرده است و پس از اینکه به صنعت الکترونیک و مخابرات روی آورد بزرگ و بزرگتر شد و چنان برندی ساخت که سراسر جهان آن را شناختند. غرور ناشی از همین قدرت و بزرگی باعث شد تا در بازار موبایلی که 49.4% از سهم آن را در سال 2007 در دست داشت شکست بخورد. داستان برند نوکیا را میتوان با عنوان یک درس تدریس کرد. پس بیایید با مرور این تاریخ از آن درس بگیریم. در سال 1865 فردریک ایدستام کارآفرین، بازرگان و مهندس معدن فنلاندی بود که در سال 1865 شرکت نوکیا را تأسیس نمود. ایدستام نوکیا را در قالب یک کارخانه تولید کاغذ راه اندازی کرد. فردریک ایدستام یک کارخانه کاغذسازی در جنوب فنلاند تأسیس کرد و 3 سال بعد شعبه دوم این کارخانه را در نزدیکی شهری به نام نوکیا افتتاح کرد. سال 1871 ایدستام با همکاری دوستش لئو میشلین شرکتی مشترک به نام نوکیا ای بی تشکیل داد. سال 1896 ایدستام بازنشسته شد و میشلین سکان نوکیا ای بی را به دست گرفت. پس از بازنشستگی ایدستام، میشلین در سال 1902 فعالیت نوکیا را به تولید برق گسترش داد. فردریک با این کار موافق نبود ولی نتوانست موجب توقف گسترش این فعالیت شود. با شروع جنگ جهانی اول در سال 1922 نوکیا تا مرز ورشکستگی پیش رفت و شرکت فینیش رابر ورکس برای جلوگیری از این اتفاق نوکیا را به تملک خود درآورد. شرکت لاستیک فنلاند علاوه بر نوکیا شرکت کابل فنلاند یا به فنلاندی سومن کاپلی تهداس اوی را نیز خرید. نقطه عطف برند نوکیا سال 1967 بود. در این سال 3 برند نوکیا ای بی، شرکت لاستیک فنلاند و کاپلی تهداس با هم ادغام شدند و برند نوکیایی که امروز میشناسیم به وجود آمد. شرکت نوکیای جدید به 4 فعالیت عمده لاستیک، کابل، جنگلداری و الکترونیک مشغول شد و در کنار آن شروع به ساخت دستگاه‌های ارتباطی و ماسک گاز M61 برای نیروی دفاعی فنلاند کرد. در این دوران برند نوکیا بیشتر تمرکز خود را روی صنعت مخابرات گذاشت چون در آن زمان هنوز کسی در این حوزه فعالیت نمی‌کرد. اواخر دهه 1970 بود که اتحاد جماهیر شوروی به بازار بزرگی برای برند نوکیا تبدیل شد و سود بالایی نصیب این شرکت و دولت فنلاند کرد. یکی از شاخه‌های فعالیت نوکیا با شوروی در زمینه فناوری‌های علمی بود. در همین زمان و در سال 1977 کاری کایرامو روی کرسی مدیر عاملی برند نوکیا نشست و این شرکت را متحول کرد. همکاری نوکیا با شوروی باعث شد تا دولت آمریکا اوایل دهه 80 و پس از پایان جنگ سرد به نوکیا و فعالیت‌هایش مشکوک شود. نوکیا بسیاری از قطعات آمریکایی را وارد می‌کرد و از آنها در محصولاتی که برای شوروی می‌ساخت استفاده می‌کرد و به گفته معاون وزارت دفاع وقت ایالات متحده ریچارد پرل، نوکیا به صورت پنهانی با پنتاگون همکاری داشت تا از این طریق پیشرفت‌های تکنولوژی در شوروی را به اطلاع آمریکا برساند. نوکیا به راحتی از 2 طرف استفاده می‌کرد چون در طول جنگ سرد کاملاً بی‌طرف بود. در زمان مدیریت کایرامو و در سال 1984 نوکیا شرکت سازنده تلویزیون سالورا را خرید و 1 سال بعد شرکت لوکسور ای بی که لوازم الکترونیکی و رایانه‌ای می‌ساخت را به تملک خود درآورد. پس از آن و در سال 1987 هم شرکت تلویزیونی فرانسوی اوشنیک را زیر پرچم خود گرفت.
روند تصاحب دیگر شرکت‌ها توسط برند نوکیا به اینجا ختم نشد و آنها شرکت موبیرا که تلفن همراه می‌ساخت را خریدند تا دوران طلایی این برند نام آشنا آغاز شود. نوکیا با خرید موبیرا اولین تلفن همراه خود را با نام موبیرا سناتور را در سال 1982 ساخت. با وجود ساخت موبیرا سناتور، شرکت هیچ علاقه‌ای به تولید گوشی موبایل نداشت و هیئت مدیره شرکت این دستگاه را شبیه وسایل جیمز می‌دانست که فقط آینده نگرانه و زیبا است. پس از تمام این اتفاقات، درآمد برند نوکیا به 2.7 میلیارد دلار رسید. در این مقطع از تاریخ برند نوکیا همه چیز آنقدر هم خوب نبود، چون کایرامو در 11 دسامبر 1988 خودکشی کرد. دلیل خودکشی این شخص پس از این همه موفقیت هنوز نامعلوم است، اما پس از آن سیمو والنتینو بر مسند قدرت نوکیا نشست. پس از این که والنتینو روی صندلی مدیریت نوکیا نشست، بازسازی بزرگی در این شرکت آغاز شد. بسیاری از زیر مجموعه ها واگذار شدند. لاستیک فنلان از نوکیا جدا شد و بخش کامپیوتر و نوکیا دیتا در سال 1991 به شرکت انگلیسی اینترنشنال کامپیوتر لیمیتد فروخته شدند. به نظر می رسید نوکیا از نظر اقتصادی با مشکل روبرو شده است. در نتیجه سهام شرکت افت کرد و فروپاشی جماهیر شوروی مانند نمک روی زخم آنها شد، چون شوروی بزرگترین مشتری نوکیا بود. اتفاقات پیش آمده باعث شد تا والنتینو استعفا دهد و جورما اولیلا جای او را بگیرد. اولیلا مخالف ایده فروش بخش تلفن همراه بود و آن را به شرکتی مبتنی بر مخابرات تبدیل کرد. این حرکت به شدت مثمر ثمر واقع شد و کمپانی به سرعت رشد کرد. سود عملیاتی منفی نوکیا در سال 1991 به 1 میلیارد دلار رسید و در سال 1999 تقریباً 5 میلیارد دلار رشد کرد. دوران طلایی برند نوکیا اواخر دهه 1990. سال 1992 بود که برند نوکیا اولین تلفن تجاری جهان با فناوری GSM را با نام 1011 معرفی کرد. این گوشی توسط نخست وزیر فنلاند هاری هولکری برای برقراری اولین تماس GSM مورد استفاده قرار گرفت. پس از این اتفاق نام برند نوکیا در سراسر جهان بر سر زبانها افتاد. اکتبر سال 1998 نوکیا از موتورولا پیشی گرفت و به اولین تولید کننده گوشی موبایل تبدیل شد و تا ماه دسامبر همین سال 100 میلیون دستگاه گوشی موبایل وارد بازار کرده بود. حالا برند نوکیا به برندی محبوب تبدیل شده بود و به دلیل تولید گوشی‌های مد روزی مانند نوکیا 5110 و 3210 که رنگ‌های متنوعی داشتند در بین جوانان طرفداران زیادی پیدا کرده بود. برای مدروز بودن نوکیا در آن زمان همین کافی است که بدانید اولین گوشی فشن دنیا در سال 1992 را تولید کننده ساعت سوئیسی سواچ از روی نوکیا 101 الهام گرفت و ساخت. نوکیا همچنین برند ورتو را جهت ساخت گوشی‌های لوکس راه اندازی کرد. نوکیا سال 1997 مانیتورهای 447XAV و 447K تولید کرد که اولین مانیتورهای دارای بلندگوی استریو و ساب ووفر بودند. سال 1999 بود که این شرکت اولین محصولات وایرلس لن خود را معرفی کرد. ادامه دوران طلایی برند نوکیا در قرن 21. برند نوکیا به تنهایی در سال 1998 حدود 20 میلیارد دلار درآمد داشت که 2.6 میلیارد دلار آن سود بود. این شرکت سال 2000 بیش از 55,000 نفر نیرو داشت. این تعداد نیرو تقریباً 2 برابر بیشتر از موتورولا بود. برند نوکیا تا سال 1999 در بیش از 140 کشور دنیا در حال فعالیت بود. جالب است بدانید که برخی از افراد در آن زمان به اشتباه تصور می‌کردند که نوکیا یک برند ژاپنی است. بین سالهای 96 تا 2001 گردش مالی نوکیا 5 برابر شد
و از 6.5 میلیارد یورو به 31 میلیارد یورو رسید. نوکیا اولین شرکتی بود که دوربین را به اجزای گوشی موبایل خود اضافه کرد. سال 2003 گوشی موبایل نوکیا 3620 و 3650 برای اولین بار تلفن همراهی بودند که دوربین داشتند و در آمریکای شمالی به فروش رفت. آوریل سال 2005 بود که نوکیا قرارداد همکاری با کارل زیس ایجی تولید کننده اپتیک امضا کرد و همان ماه برای اولین بار گوشی‌های سری N خود را معرفی کرد. این سری از گوشی‌ها برای 6 سال پرچمدار گوشی‌های نوکیا تا 6 سال آینده بودند. نوکیا N95 سپتامبر سال 2006 معرفی شد و به یکی از محبوب‌ترین گوشی‌ها در ایران و دیگر کشورهای جهان تبدیل شد. این گوشی سال 2007 به عنوان بهترین گوشی برای عکاسی در اروپا نام گرفت. در همین سال سهم بازار برند نوکیا به رقم فوق‌العاده 49.9% رسید. پس از این تاریخ هیچ شرکت دیگری نتوانست به این رکورد نوکیا برسد. سرانجام روزهای طلایی برند نوکیا به پایان رسید و مسائل داخلی آرام آرام باعث شکست و فروپاشی این غول مخابراتی شد. فروپاشی برند نوکیا اوایل دهه 2010. برند نوکیا از بزرگترین کمپانی مخابراتی در سال 2007 به مرز ورشکستگی در 2013 رسید و بدترین روزهای خود را تجربه کرد. سقوط این غول فنلاندی نتیجه مشترکی از عوامل داخلی و خارجی بود. دلایل زیادی برای این اتفاق وجود دارد، اما در ادامه به چند مورد از اصلی ترین آنها اشاره می‌کنیم. اول این که مدیران اصلی کمپانی در تصمیم گیری‌های اساسی بسیار کند عمل می‌کردند و همین امر باعث شد تا فرصت‌های زیادی از دست برود. دوم این که در سال 2006 اولی پکا کلاسو جایگزین اولیلا به عنوان مدیر عامل شرکت شد. مدیر عامل جدید به جای نوآوری روی تولید انبوه تمرکز کرد. این تصمیم کاملا اشتباه بود، چون نوآوری بود که در سالهای اولیه باعث پیشرفت نوکیا شد و کنار گذاشتن این رویکرد ضرر زیادی به این برند وارد کرد. سوم این که مدیران برند نوکیا آیفون اپل و گوشی‌های اندرویدی گوگل را به عنوان رقیب قبول نداشتند. آنها تصور می‌کردند هیچ شرکتی نمی‌تواند به سهم آنها در بازار گوشی موبایل نزدیک شود. برند نوکیا زمانی به اشتباه خود پی برد که دیگر دیر شده بود. آن زمان اپل و گوگل بازار را در دست گرفته بودند و سهم بازار نوکیا روز به روز کمتر می‌شد. به علاوه سیستم عامل سیمبیان دیگر منسوخ شده بود و توان رقابت با اندروید و iOS را نداشت. همکاری برند نوکیا و مایکروسافت در سال 2010. نوکیا لومیا 1020 با دوربین 41 مگاپیکسلی یکی از گوشی‌های نوکیا که از سیستم عامل ویندوز فون استفاده می‌کرد. در سال 2010 استیفان ایلاب از مایکروسافت آمد و مدیر عامل برند نوکیا شد. سال بعد این شرکت اعلام کرد که یکی از همکاری‌های استراتژیکی با مایکروسافت داشته و سیستم عامل ویندوز OS را برای گوشی‌های موبایل توسعه داده است. آنها با این تصمیم سعی داشتند برند گوشی موبایل نوکیا را دوباره زنده کنند. مشکل اصلی گوشی‌های ویندوزی اپلیکیشن‌های محدود آن بود. همین امر باعث شد تا فروش نوکیا در سالهای 2012 و 2013 شدیداً افت کند و این وضعیت به حدی خراب شد که برند نوکیا تا مرز ورشکستگی پیش رفت. مایکروسافت برای جلوگیری از چنین اتفاقی بخش موبایل نوکیا را با پرداخت 7.2 میلیارد دلار به تملک خود درآورد. چند هفته پس از خرید نوکیا توسط مایکروسافت، این شرکت گوشی نوکیا اکس را معرفی کرد که نسخه سفارشی اندروید قدرت بخش آن بود. چنین تصمیمی واقعا عجیب به نظر می رسید. همه از جمله ساتیا نادلا مدیر عامل مایکروسافت گمان می کردند که خرید نوکیا باعث تسریع در رشد ویندوز فون می شود. اما چنین اتفاقی هیچ وقت نیفتاد. ویندوز فون شکست خورد و وضعیت بخش موبایل برند نوکیا از گذشته هم بدتر شد. تولد برند نوکیا نتورکس در سال 2013. برند نوکیا سال 2007 سرمایه‌گذاری مشترکی با شرکت ارتباطات زیمنس یا زیمنس کامیونیکیشنز انجام داده بود. این شرکت مشترک نوکیا زیمنس نتورکس نام گرفته و به یکی از زیرمجموعه‌های نوکیا تبدیل شد. پس از فروش بخش موبایل نوکیا به مایکروسافت، شرکت مادر روی شبکه داده و تجهیزات مخابراتی تمرکز کرد. در ادامه در سال 2013 تمام سهام نوکیا زیمنس نتورکس را خرید و نام این شرکت را به نوکیا نتورکس تغییر داد.
شرکت نوکیا نتورکس سال 2016 برند آلکاتل لوسنت که یک شرکت چند ملیتی تجهیزات مخابراتی که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس فرانسه است را خرید و آن را در خود ادغام کرد. این کار باعث تحکیم جای پای نوکیا نتورکس در بازار تجهیزات مخابراتی جهان شد. خرید برند نوکیا توسط HMD گلوبال در سال 2016. در تاریخ 18 می 2016 مایکروسافت بخش موبایل برند نوکیا را به شرکت HMD گلوبال فروخت. این شرکت توسط مدیران قبلی نوکیا در فنلاند تأسیس شده بود. آنها از اشتباهات گذشته درس گرفتند و با گوگل در پروژه اندروید وان همکاری کردند. HMD گلوبال سال 2017 و پس از خرید نوکیا گوشی کلاسیک نوکیا 3310 را با تکنولوژی امروزی روانه بازار کرد که با استقبال خوبی همرو شد. این برند در تاریخ 19 مارس 2020 گوشی جدید نوکیا 8C 5G را معرفی کرد که اولین گوشی جهان با تکنولوژی 5G بود. برند نوکیا از تقریباً فروش صفر در سالهای 2015 تا 2016 به فروش 1.5 میلیونی در سال 2017 رسید. در 3 ماه سوم سال 2018 این برند بیش از 4.8 میلیون دستگاه فروخت و به نهمین سازنده گوشی موبایل در جهان تبدیل شد. HMD گلوبال برند نوکیا را از خاکسترش دوباره زنده کرد. در حال حاضر برند نوکیا یکی از پیشتازان فناوری 5G در جهان است و نوکیا نتورکس بزرگترین برند زیرمجموعه نوکیا محسوب می شود. ماه آگوست سال گذشته پکا لوندمارک جایگزین راجیو سوری شد. سوری از سال 2014 تا 2020 مدیر عامل برند نوکیا بود. برند نوکیا پس از چند بار تا پای ورشکستگی رفتن دوباره روی پای خود ایستاده، اما این بار دیگر از اشتباهات گذشته‌اش درس گرفته و به نظر می‌رسد که دیگر قصد تکرار آن اشتباهات را ندارد. به نظر شما آیا نقطه‌ای در تاریخ نوکیا بوده که به آن اشاره نکرده باشیم؟ می توانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. ممنون از توجه شما. تا دیدار بعد، بدرود.